یه نگاهی بنداز به این رنگا: زرد آفتاب، نارنجی غروب، سبز جنگل. آره، این همون طوطی خورشیدیه، پرنده‌ای که انگار از خود نور ساخته شده. زادگاهش کجاست؟ دل جنگل‌های استوایی آمریکای جنوبی، اونجا که هوا همیشه گرمه و طوطی‌ها دسته دسته روی درختای بلند جمع میشن. وقتی پرواز میکنن مثل شعله‌های زنده آسمون رو روشن میکنن. اما پشت این چهره درخشان یه شخصیت خاص پنهونه. باهوش، عاشق توجهه و اگه بی توجهی ببینه با جیغش کل خونه رو میلرزینه. با این حال وقتی بهش عشق بدی بهت وابسته میشه، بهت اعتماد میکنه و میتونه یه دوست واقعی باشه. شاد، پرانرژی و همیشه بامزه. در طبیعت از میوه‌ها، دونه‌ها و گل‌ها تغذیه میکنه. اما در اسارت رژیمش باید حساب شده باشه. میوه تازه، سبزیجات، جوانه‌ها و پلت مخصوص و همیشه آب تمیز و هوای خوب. طوطی خورشیدی وقتی جفت میگیره پیوندش قویه. ماده معمولاً 3 تا 5 تخم میذاره. حدود 24 روز روشون میخوابه و بعد از تقریباً 8 هفته جوجه ها آماده پرواز میشن. در اسارت اگه مراقبتش درست باشه میتونه حتی 30 سال هم زندگی کنه. یه عمر رفاقت با یه توپ آتیشی کوچولو. اما یادت باشه این پرنده برای همه مناسب نیست. صداش بلنده، توجه زیادی میخواد و اگه تنهاش بذاری قصه میگیره و پر خودش رو میکنه. ولی اگه وقت، عشق و انرژی داری، طوطی خورشیدی میتونه درخشان ترین همراه زندگیت باشه.